چطور میتونیم یه مدل درآمدزایی مثل گپ جی پی تی بسازیم؟ نمیدونم، شاید با گپ جی پی تی یا حالا مدل معروف‌ترش ویرا کار کرده باشید. این شرکت‌ها جوریان که مبلغی رو از شما میگیرن به عنوان اشتراک و به شما دسترسی ابزارهای هوش مصنوعی میدن دیگه، هر ابزاری. چطور این کار انجام میدن؟ با استفاده از اتصال API به شرکت مادر یا به پرووایدر. و تو این جلسه قصد داریم پروژه‌ای مثل گپ جی پی تی ران بکنیم، دقیقا مثل همین رو. حتی چیز در حدود $400 بونوس یا اعتبار رایگان هم میگیریم، یه اعتبار خوب واسه دسترسی به مدل‌های خوب، واسه دسترسی به پرووایدرها، مدلی مثل کیمی، مثل GLM یا مینی مکس. اینا رو میتونیم به رایگان داشته باشیم بچه‌ها و این خیلی جالبه، با همون اعتبار $400. به نظرم آموزش خاص و بی‌نظیری هستش و شما رو بیشتر آشنا میکنه با فرایند وایب کدینگ یا کد زدن با AI، کد زدن با هوش مصنوعی بدون دانش فنی، بدون اینکه چیزی بلد باشید. با من همراه باشید. خب قراره بچه‌ها تو انتهای این آموزش به یه همچین پروژه‌ای برسیم. این صفحه اصلی وبسایتمونه، اسم وبسایتمون aichatroom.ir. میگه که بیا با کیمی و مینی مکس اصلا بی وقفه گفتگو بکن به رایگان. خودمون API رایگان گرفتیم و اونو در اختیار مخاطب داریم قرار میدیم، در اختیار مشتری فرضی داریم قرار میدیم و بهتونم یاد میدم، چیز پیچیده ای نیستش. فقط هم همین دوتا مدل‌های دیگه مدل‌های پولی هستن. چرا؟ GLM هم به تازگی داره اضافه میشه و بهتون نشون میدم. پس این یک UI بی‌نظیر. میریم بالا، حالا ثبت نام رایگان رو میزنم با یوزر پسی که دارم وارد حسابم میشم و میبینید که مثل پروژه گپ جی پی تی، مثل پروژه، حالا من رنگ بندیشم بر اساس سلیقه خودم عوض میکنم، مثل پروژه ویرا، مثل خیلی از پروژه های ساس ایرانی که هستش، این به راحتی یک UI زیبا، تر و تمیز. خب واضحه که وصل به یک پرووایدری، وصل به یک تامین کننده‌ای. بهش میگم سلام، اون میگه من دستیار هوش مصنوعی ام، بهش میگم با چه مدلی دارم صحبت میکنم. من خودم تنظیم کردم که خودکار جابجا بشه. ممکنه الان با کیمی بخوام صحبت کنیم یا با مینی مکس که مینی مکس M27 آخرین نسخه جوابگوی ماست. به رایگان جالبش اینجاست. بریم همین رو بسازیم. خب من یه پروژه گیتابی بهتون معرفی میکنم، آدرسش رو زیر همین ویدیو میذارم، توی دیسکریپشن هم میذارم. پروژه‌ای که ابوالفضل روش کار کرده، وب مسترم، از 2 هفته پیش مغز این سیستم رو در واقع نوشته. لپ کلام این پروژه این رو میخواد بگه، یک ابزاری که با زبان PHP نوشته شده، یه مغزی که میخواد یه UI بده، صفحه‌ای بده که بتونیم وصل بشیم به هر هوش مصنوعی، حتی لوکال. گفته که این پیشنمایشش یه همچین ظاهری رو میتونی داشته باشی، تو تنظیماتش میتونی 1000 API بدی، حالت روشن داره، حالت تاریک داره. حالا ببینید وقتی ما تو گیت هاب به یه همچین پروژه‌ای برمیخوریم، ولی اینکه پروژه خودمونه، اما هر پروژه‌ای از پروژه غریبه، اینجا یک سری توضیحات نوشته و امروز جالبه که هر پروژه‌ای با توجه به AI بر حسب نیازمون میتونه کاستوم بشه. حالا من یه مقدار توضیحاتی که ابوالفضل نوشته رو میخونم و واسهتون ترجمهش میکنم که چیز پیچیده‌ای نیست. مثلا میگه نمایش تدریجی پاسخ و قابلیت توقف، اون پاز رو گذاشته، اینکه آروم آروم نوشته ظاهر بشه، یا یه سری کاستوم گذاشته. اینجا دیدید هوش‌های مصنوعی مختلف میگن که یه سری پرامپت‌های پیش‌فرض، یا مثلا میگه که چند تا پرووایدر میتونی بدی، یعنی API اوپن AI رو بده، جیمینی رو بده، گروک رو بده، همه رو ساپورت میکنه. میگه که اینجا حتی مثالا رو آورده ببینید. میگه که قابلیت استریمینگ رو من واسش گذاشتم. یعنی چی؟ مثلا در گذشته با همین گپ جی پی تی کار میکردی، باید منتظر میموندی تا هوش مصنوعی پاسخ رو کامل بده بعد ظاهر میشد. اما استریمینگ باحال‌تر دیگه، همینجوری تون حین فکر کردنش وقتی به نتیجه میرسه تون مینویسه، همون تیکه به تیکه. میگه که دیگه پشتیبانی از جستجوی وب رو داره، کنترل دما رو بهتون توضیح میدم، تمپرچرش جالبه، فرمول ریاضی ساپورت میشه. اینا چیزایی که بعداً بهش فکر کرد و اضافه کرد. رندر، مارک داون خیلی جالبه، یه کتابخونه است، در خصوصش توضیح میدم، تیترها رو مشخص میکنه. اما همین کنترل تمپرچر، یعنی کنترل دما، معنی تحت لغویش میشه، اما تو دنیای AI یعنی خلاقیتش چقدر دیوونه بشه، چقدر داغ بشه. وقتی که شما معمولا خلاقیت رو پایین میاری، جوابای ابتدایی رو درست دریافت میکنی، اما وقتی خلاقیت بالا میره ممکنه جواب خیلی عجیب باشه و خیلی جواب کارتون بیاد.
و این رو ابوالفضل میخواد بگه که من تو یو آی گذاشتم، تو امکانات گذاشتم که وقتی با مدل مادر داره صحبت میکنه ما حتی بتونیم میزان خلاقیتشو بالا پایین کنیم. رندر مارک داونی که گفتم خیلی جالبه واسم، یه کتابخونه جاوا اسکریپت که میاد اگه مثلا ببینه کد هستش، این کدا رو دیدید توی مثلا چت جی پی تی توی باکسی قشنگ جای کپی داره، اگه عنوان داشته باشه هایلایتش میکنه، خیلی کاربردیه. الان شما با یو آی چت جی پی تی هم کار میکنی، شبیه به این برنامه نویسی شده، وصل به یک مغز مادری، اما اون صفحه اصلی که دارید میبینید، اون ظاهری که دارید میبینید بالاخره میتونه یک سری امکانات داشته باشه، میتونه نداشته باشه. حالا ابوالفضل سعی کرده همه امکانات رو مثلا جا بده دیگه میتونه آپلود تصویر داشته باشه، حتی توکن مصرفی حالا کاربر رو نشون میده. خب بهتون بیشترم توضیح میدم. بالاخره ما یه مغزی داریم، یه مغز آماده که هر خاکی میشه تو سرش کرد. پایین‌ترم گفته که من با PHP کار میکنم. وقتی میگه با PHP کار میکنم یعنی حتی میشه وبسایت بالا آورد و تو فضای هاست به راحتی بدون حتی ظرفیت زیادی این شروع به کار بکنه. مثلا منابع زیادی نمیخواد، مثلا سرور نمیخواد، یه هاست میخواد. میتونه حتی پیچیده بشه، اصلا تبدیل بشه به یک پروژه اندروید، حتی تا این حد. بالاخره یک ساختاری وجود داره، یه مغزی وجود داره که میتونیم بدیمش به هوش و هزار یک بلا گفتم سرش بیاریم. این آموزش میتونه شبیه به اینم باشه که اگه تو گیت هاب پروژه‌ای دیدیم که حالا به کارمون اومد، چطور شخصی سازیش کنیم، چطور ازش استفاده کنیم با توجه به نیازمون. حالا این پروژه رو که خودمون نوشتیم، اما همینم حتی میتونستیم تو این جلسه آموزش بدیم با وایب کدینگ، با سعی و خطای زیاد. هی نوشته، ابوالفضل رفته چک کرده، چه اضافه کرده، چه کم کرده، که الان مراحلی هم که طی کرده رو پیش میریم. حالا تو یک فضای دیگه‌ای برای استفاده دیگه‌ای با LMRNA پیش میره، از ایجنت‌های اونها استفاده میکنه و محدودیت توکن نداره، کار عجیب غریبی رو داره انجام میده. دیگه سراغ نوشتن این نرفتیم. اگه دوست دارید اینم میتونیم بهتون آموزش بدیم، چیز پیچیده‌ای نیست. اما فکر کنید که مغز آماده دارید. اوکی؟ یه مغز آماده که می‌خوایم شخصی سازیش کنیم. اول اصلا پروژه رو دانلود کنید. از کجا دانلود میشه؟ همین بغل رو آخرین ورژنش کلیک کنید و بعد سورس کد، کل سورس کد رو به صورت زیپ بگیرید. خیلی هم تر و تمیز و چیز، پروژه پیچیده‌ای نیستش. الان می‌بینید چند تا صفحه بیشتر نداره. دانلود نمیشه، چیزی که شاید کمتر از 100 کیلو باشه و این بدبختی ماست تو این کشور، اینترنت با کیفیتی که اینا ارائه میدن. واسه وی پی ان روشن کنم، وی پی ان خاموش کنم، ببینم چی میشه که بتونم دانلودش کنم. اصلا شرایط خوب نیست و اصلا راضی نیستیم بابت همین اتفاقات کوفتی. مدام وقتمون تلف میشه و مدام کار بهینه پیش نمیره. ببینید دیدید 60 کیلو 56 کیلو میخواد دانلود بشه، اینقدر زمان رفت. خب این پروژه، بریم توی پروژه بریم چه خبره. بهتون گفتم که 7 تا فایل نباید بیشتر بشه. من بازش میکنم، از حالت زیپ خارجش میکنم، دوره پوش دیگه میسازه. داخلش یک سری فایل هستش، اون لایسنس رو رد میشه که اصلا هیچی، آموزش و لایسنسشه. کلا گفتم بهتون 3 تا فایل PHP و یه دونه هم asset که توش فکر کنم 2 تا فایل دیگه است. خب ببینید من همینجا میتونم این رو روی لوکال واسهتون اجرا بکنم. لوکال یعنی چی؟ یعنی رو کامپیوتر شخصیتون مثلا این پروژه میتونه اجرا بشه. حالا API یه شرکتی رو یا API رایگان مثل ما بهش بدید و تو دسکتاپ مثلا چت روم خودتون باشه. اما پروژه های ساسی مثل گپ جی پی تی که خیلی سر صدا کردن، مثل ویرا، اینا رو فضای هاست آپلودن که عموم بتونن استفاده کنن دیگه، تو کامپیوتر شخصی طرف نیستش که. پس من میخوام این مسیر رو پیش بریم. چیزی که اول دیدید، وبسایتی که اول دیدید میخواد ساخته بشه رو فضای هاست، همه این دیتا، همه این کدها، همه این مغز میخواد آپلود بشه و کاربرم یوزر پس داشته باشه، خیلی خوشگل بتونه حساب بسازه، استفاده کنه ازش، تاریخچه چتاش باشه. اینا البته همه تو این مغز هستش، همه رو میدونه، ولی باید بهینه سازی بشه برای پروژه شخصی ما که الان همین رو با هم دیگه پیش میریم.
در ابتدای ماجرا وقتی پروژه تحت وبه، خب بهتر ما دامینمون رو تهیه کنیم دیگه. چرا باید تهیه کرد؟ چون تو فرآیند وایب کدینگ وقتی با هوش می‌خوایم صحبت کنیم، ما باید دامین رو بهش بدیم که این قشنگ سینک کنه. ما باید مسیر آدرس پنل رو بهش بدیم. من داخل نیک هستم. نیک یه سرویس حالا دولتیه که اگه دامین آی آر می‌خواید باید اینجا ثبت نام بکنید. من از قبل ثبت نام کردم، ثبت نام پیچیده‌ای نداره و کافی وارد حسابم بشم. چرا؟ چون میخوام شناسه نیکم رو بردارم. حالا اینا مسخره بازی دارن، شما حتما باید اینجا حساب داشته باشی، شناست رو برداری که بتونی آی آر ثبت بکنی. همینجا هم امکان ثبت دامین آی آر وجود داره، اما این شناسه رو میشه برداشت، یا اگه ایمیلی که باش ثبت نام کردی هم حفظ باشید اونم میشه داد. وارد میزبان فارم میشم، شرکتی که میخوام ازش دامین رو تهیه کنم یا حتی هاست رو. وارد حسابم میشم، سرویس جدید، بیاد اصلا هاست و دامین رو یک کله تهیه کنیم، راحت ترین کار ممکن همین. همین سرویس های اشتراکی، اما حتما باید بریم رو فاز آلمان ها، یعنی رو سرور آلمان باید بشیم، چون وگرنه مثلا API چت جی پی تی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه وصل. وقتی اینا میزنن اینترنت رو قطع میکنن، یه طرفه میکنن. حالا گپ جی پی تی داره چیکار میکنه که حتی تو زمان قطع اینترنت هم ارتباط برقراره؟ قطع اینترنت بین الملل بهتون توضیح میدم، انتهای آموزش پیچیده میشه. من یه واسه آلمان اضافه کردم و اینجا گفتم که همین الان میخوام یه دامنه جدیدم ثبت بکنم. قبلا اینجوری پیش نمیرفتیم. دامین رو نوشتم aichatroom.ir، میگه آزاده. اوکی، میریم مرحله بعد دیگه. اینجا DNS ها رو نیاز نیست تنظیم بکنید، چون هاست دامین یک کله داریم تهیه میکنیم. این راحت ترین مسیر ممکن همینه دیگه. من دامین رو گرفتم، میگم دوره پرداخت هاستم هم میخواد 1 ساله باشه و تمام. این صورت حساب گرونی که این روزها باید پرداخت بکنیم. متاسفانه این پروژه رو ما چه میدونم 90% ارزون تر از این در می آوردیم همین 3 سال پیش، 2 سال پیش. همین چی به هم ریخته. خب قبل از پرداخت بهم میگه که اون شناسه نیک تو بهم بده، اون سرویس دولتیه، که من این دامین رو تاییدش رو بگیرم. شناسه رو یه بار دیگه کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم و تمام دیگه. اوکی. پس این شکلی ما الان اون فضایی که این مغز میخواد توش آپلود بشه و مخاطب و مشتری استفاده کنه، اون فضا رو در واقع خریدیم. شبیه به یک هارد کامپیوتره، شبیه به یک فلش، یک ظرفیتی داره. اسخای میکنم واسه این سر صدا. دامین رو هم خریدیم، آدرس اینترنتیمون. خب بعد از خریدم تا همین سرویس های آخرم اومده. توی نیک هم حتی این دامین الان ظاهر میشه. ببینید تو اکانت نیکم، تو اکانت دولتی الان هستم. این اکانت اومده و میگه که باید تایید بشه، باید منتظر بمونید. توی میزبان فارم همین رو میگه. یه مقدار منتظر میمونیم تا این دامین وصل بشه. وضعیت هاست فعاله اما دامین وصل نیستش. ورود به سی پنل رو میزنم، وارد سی پنل هاست میشم. این فضاییه که ما میتونیم توش فایل‌ها رو آپلود کنیم. همیشه بهتون گفتم SSL هم بهش فرصت بدید تا ظرف 24 ساعت هاست باد فعالش کنه. این بغل دست راست نمایش زردی که میبینید باید سبز بشه. یه مقدار منتظر بمونیم، همه چی اوکی میشه. خب از این مرحله بعد باید بریم تو فرآیند وایب کدینگ، کد زدن با AI، سرکله زدن با AI. از LM Arena استفاده شده. آدرس وبسایت arena.ai هستش. حتما بچه‌ها مودش رو از حالت بتل وقتی وارد میشید حالت بتله سر ایجنت تنظیمش بکنید. یعنی ما از ایجنت این ابزار میخوایم استفاده کنیم. رایگان امکانات زیاد نمیده، مثلا فایل رو نمیتونم بهش بدم، باید حتما کپی کنم کدها رو داخل این فضا، اتچ نداره. اما خب چون بی نهایت توکن میده چاره نیستش برای یک پروژه حرفه‌ای رایگان. بهش میگم پروژه‌ای که بهت میدم رو از گیت هاب دانلود کردم، مرحله مرحله دارم بهش توضیح میدم هر دیتایی که نیاز داره. و در ادامه بهش میگم که آقا ساختار فایل رو هم بهت میدم. این که نمیدونه ساختار به چه شکلیه، اصلا چطور کد نویسی شده. ساختار رو چطور بهش میدم؟ ببینید یه تریک جالب. اجازه بدید من از حالت زیپ دوباره خارج کنم. این فایل ها یک ساختاری داره. داخل این ردمی و اصلا لایسنس رو ول کنیم، شامل api.php چه میدونم index.php به اضافه توی asset هم یه سری فایله. حالا وقتی میخوایم همه رو به کامپیوتر بفهمونیم کافیه وارد فضای داس بشیم. cmd رو توی این نوار آدرس بنویسید، اینتر بزنید و
اینجا کافیه تایپ بکنید 3 فاصله اسلش F اینتر. ببینید ساختار یا درخت این در واقع فایل رو در اختیار ما قرار داده که این بفهمه. خیلی مهمه که تو اسست مثلا 4 تا فایل هستش، چه می‌دونم اسکریپت هستش، وگرنه اشتباهات فاحشی پیش میاد و نمیتونه اصلا ایجنت کمکتون بکنه. خب این از این. من میگم این ساختار رو تو داری، دونه بدونم فایل رو بهت میدم که بفهمه اصلا پروژه چی و چی به چی. حالا چیزایی که ازش میخوایم برای کاستوم کردن واسه اینکه این پروژه رو بهینه بکنه برای یه پروژه تحت وب، بهش میگم میخوام این پروژه رو تبدیل بکنم به وبسایت کامل. بسم الله دارم اینو بهش تاکید میکنم که هر تغییری که نیاز هستش برای وبسایت کردن این پروژه شما اعمال کن. مثلا چیزی که الان ابوالفضل نوشته حساب کاربری نداره که بهتون گفتم مدلی رو ساخته، یه مغز رو ساخته که رو کامپیوتر خودت میتونه اجرا بشه. اما کسی که میخواد اینو تو فضای وب مثلا اجرا بکنه، خب واضحه هر کاربری باید یه حساب کاربری داشته باشه، بتونه با ایمیلش ثبت نام بکنه. حالا شماره موبایلش هم میشد، اما حالا فعلا پروژه رو ما ساده بکنیم ببینید چه خبره. با ایمیلش ثبت نام بکنه، وقتی ثبت نام میکنه احراز هویت بگیره ازش، یعنی یه کدی رو بفرسته به جیمیل طرف که کد داخلش باشه، با اون کد بتونه احراز هویت بکنه، یعنی مطمئن بشیم که جیمیل خودشه، ربات نیستش، ثبت نام‌های الکی نداشته باشیم. حالا دیگه بهش چی میگم؟ دیگه نیاز ما تو دنیای وب چیه و این باید بهینه سازی بکنه این پروژه رو. بهش میگم که پروژه الان بدون دیتابیس کار میکنه. اوکی، واضحه ما گفتیم که رو هم کامپیوتر شخصی میتونه نصب بشه، اصلا نیازی به دیتابیس نداره تو ورژن اولیه‌شو. اما الان بهش میخوام بگم که یه بانک اطلاعاتی تو باید تعریف بکنی واسش. حتی فکر کنید شما اصلا نمیدونی که این پروژه بانک اطلاعاتی نداره به صورت خام. باز تو همین توضیحاتون نویسنده، اون کسی که اینو ساخته، باید نوشته باشه دیگه، اگه با وجدان باشه. ببینید اینجا نوشته ابوالفضل بدون دیتابیس، همه چی تو فایل جیسون داره ذخیره میشه. این تو فضای وب نباید این شکلی باشه که مثلا ما میتونیم با مای SQL یه دیتابیس تر و تمیز بسازیم. منظور از دیتابیس اینه که آقا وقتی که کاربر مثلا داره چت میکنه، داره سوالی از هوش مصنوعی میپرسه، خب اون تاریخچه چتاش کجا باید نگهداری بشه. تازه تاریخچه هر کس باید برای خودش نگهداری بشه، جدول بندی باید بشه. و دقیقا همین رو باید به هوش بگیم که تو مثلا با فلان تکنیک این جدول بندی ها رو انجام بده. چون حتی این پایینترم ابوالفضل اشاره کرده که اصلا سیستمی که من ساختم یه هاست اشتراکیه، یعنی همه پیام‌های همدیگه رو میبینن تقریبا، و این نباید این شکلی باشه. خب برگردیم سر همون فرآیند وایب کدینگمون، دیگه چیز دیگه نمیمونه. و حالا همین توضیحاتی که بهتون دادم رو مجدد بهش میگم میخوام این بخش رو کامل واسم تغییر بدی و با استفاده از متد MySQL اطلاعات رو طبقه بندی بکنی. 1001 متد وجود داره، این ممکنه هر سمتی بره. اما چیزی که ما باش کار کردیم، چیزی که شما وردپرس مثلا نصب میکنی، با همین MySQL داره دیتا رو دسته‌بندی میکنه. پس بهترین روش همینه. هاستامون ساپورت میکنن، مشکلی نداره و من دارم اینو بهش تاکید میکنم. دوباره پایین تر میگم ساختار ذخیره سازی هم تا حد ممکن شبیه وردپرس باشه. وردپرس خیلی قشنگ کار میکنه، جدولای زیادی میسازه، همه چیز سر جای خودشه. پس اینم یه دیتای دیگه از خودم که بهش دارم تاکید میکنم. من همیشه بهتون گفتم که یک وایب کدینگ خوب موقعی در میاد که شما تسلط داشته باشی به اون حوزه، یعنی بدونی ضعف کار کجاست، بدونی که کجا میتونه اشتباه بکنه، وگرنه هی دیباگای دیوونه واری میشه که هر دیباگ مثلا میبینی 20 دقیقه 30 دقیقه اصلا زمان میبره. پروژه کوچیکی نیستن که. بعضی میپرسن که الان که دیگه AI اومده واسه من مثلا کار با فلان زبان رو یاد بگیرم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون سعی خطا میکنی، یاد میگیری، معضلات و مشکلاتی رو متوجه میشی تو این مسیر و وقتی میخوای وایب کد هم بزنی خب بهتر عمل میکنی. برای همین باید تهیه میشد. چون اینجا میخوام بهش بگم که دامنه من فلان چیزه، وگرنه کار میتونه بسیار پیچیده بشه. اگه نگیم این ممکنه بسته نسبی در نظر بگیره، بعد بگه برو تو فایل کانفیگ اینجا دامین تو اضافه کن، اینجا ال بکن، اینجا بل بکن، پیچیده میشه. اما خب وقتی دامین تهیه شده، میگم دامین من chatroom.ir، اما این مغز، این پنل باید بره تو آدرس chatroom.ir/panel. اینجوری میخوام هم یه صفحه اصلی داشته باشه وبسایت مثل هر پروژه حرفه‌ای دیگه
و وقتی هم کاربر لاگین میکنه بره توی AI chatroom/panel. ببینید از همینجا دارم بهش توضیح میدم و این مسیر فایل رو اینجوری اصلا میچینه. یعنی حتما من باید پوش پنل رو داخل هاست ایجاد بکنم تا این بتونه ارتباط رو برقرار بکنه و اگه نمی نوشتم هر انتخابی میتونست بکنه، میتونست اصلا نکنه این کارو، یهو تمامی دیتا رو بیاره سر AI chatroom.ir. یعنی وقتی AI chatroom.ir رو باز میکردید پنل اتوماسیون ظاهر میشد. من اینو نمیخواستم، میخوام یه صفحه اصلی داشته باشیم، ورود رو کاربر بزنه و بعد حالا پنل دیگه. پروژه بچه‌ها یه درد دیگه هم داره، گرچه این دردش رو خود ما که ساختیم میدونیم، وگرنه شما باید یه بار تا پیش میرفتی اگه پروژه غریبه بود بعد میدیدی که این مشکل وجود داره. مشکل بهتون توضیح میدم. ببینید ما تو این توضیحات گفتیم که آقا شما قابلیت این رو داری که پرووایدر اضافه کنیم، یعنی پشتیبانی کامل از API شرکت‌های مختلف، مدیریت چند پرووایدر، یعنی هم میتونه اوپن ای باشه، هم چه میدونم جیمینی باشه، هم گروک باشه. بهتون توضیح دادم. اما این از ظاهر تنظیمات پیشرفتشه که میگه لینک رو بده، کلید API رو بده و اسم بنویس و میشه یه پرووایدر جدید. خب این رو که نباید کاربر ببینه. الان جوری که این مغز طراحی شده جوریه که همین تنظیمات پیشرفته هم کاربر میتونه بزنه یا API عوض کنه. این که باید بک‌اند باشه، یعنی این رو من مدیر تعیین و تکلیف میکنم که چه مدلی ظاهر بشه، چی به چی باشه. تو پروژه اصلی ما الان اگه رام بشه این تنظیمات رو هم کاربر داره و من دقیقاً دارم توی وایب کدینگ، توی روال صحبت کردن با هوش بهش میگم که آقا اینو تا حذف بکن، اینو بذار برای من بک، این تنظیمات فقط من مدیر باشه. جای این مثلا چه میدونم اجازه تغییر پسورد به کاربر بده، یه قسمت آواتار به اساس عکسش رو اضافه کنید، چون مسخره بازیه که در میارن دیگه. و دقیقاً همینو دارم می‌نویسم. میگم داخل تنظیمات پروژه یه بخش هستش که کاربر میتونه پرووایدر اختصاصی اضافه کنه. این قسمت رو کامل حذف بکن. اصلا کاربر نتونه پرووایدر اضافه کنه، چه ربطی به اون داره؟ و بعدش بهتون گفتم جای اون حذفش حالا تو تنظیمات کاربر رو بذار دیگه. خود کاربر یه سری تنظیمات داره، طرف میخواد پسوردش رو عوض کنه و چیکار بکنه؟ همین که تنظیمات حساب کاربری بهش بگی مثلا میفهم. حالا من دارم تاکید میکنم که رمز عبور بتونه عوض بکنه، ایمیلش رو بتونه تغییر بده. این هم هست از این. اوکی، داریم شخصی سازی میکنیم پروژه رو واسه کاربرد خاص. دیگه بهتون گفتم که واضح ما الان باید یه پنل مدیریتی داشته باشیم، یه بک‌اند هم این باید بنویسه. بدبخت بهش میگم که یه پنل مدیریتی واسم بساز. حالا اونم باید یه آدرسی داشته باشه دیگه، مثلا aichatroom.ir/admin معمولا یه همچین آدرسایی داره پنل بک ما و اینم واسهش مینویسم. هر چیز دیگه میتونستم بنویسم، مثلا بذار /رامون، این همون کار انجام میداد. در ادامه بهش تاکید میکنم که من تو قسمت مدیریت حتما اون مدیریت پرووایدر و مدیریت تامین کننده رو داشته باشم، اما نشه که اونجا چیزی بهم نده. چرا مدیریت میخوایم؟ هم میخوایم پرووایدرها رو مدیریت بکنیم، کم و زیاد بکنیم، ویرایش بکنیم، و هم اصلا کاربری که ثبت نام میکنیم ما باید ببینیم دیگه چند تا کاربر داریم، چی به چیه. بالاخره این مدیریت برای ما مهمه و من تا جایی که بتونم بهش توضیح میدم، حتی توضیحات ریز، مثل اینکه یادت باشه تو قسمت مدیریت تو باید امکان این رو بهم بدی که رمز عبور رو بتونم عوض کنم، یا مثلا بهش میگم که سایت فعلا کاملا رایگانه، هیچ سیستم پرداخت یا فروش اشتراکی یا پلنی نداره، وگرنه این واسه خودش میره یه سیستم ایجاد میکنه که طرف کلیک میکنه میگه بیا صورت حساب پرداخت کن. مدلم میخواد رایگان باشه، یه پروژه ابتدایی و بیسیک و سبک تو قالب پروژه های ساس. این که رایگان باشم دلیل داره. شما در ابتدا اصلا با مخاطب رایگان یک سری مشتری های بیسیک جمع میکنی، مدل مثلا ویرا رو ببینید، و بعد حالا پول وقتی که مدل های گردن کلفتری اضافه میشه و یه مقدار شما مشتری بیسیک داری. در ادامه تاکید میکنم که رابط کاربری پروژه روی موبایل اصلا فاجعه است. اصلا ما رو موبایل کار نکردیم. هر خاکی میتونی تو سرش بکن که یه ظاهر موبایل هم ما داشته باشیم. دیگه فکر نکنم چیز دیگه ای بمونه. حالا هزار یک چیز دیگه میشه اضافه کرد، میشه با ظرافت بیشتری این موضوع رو، یعنی با جزئیات بیشتری ازش موارد رو خواست. اما همین یه چیز دیگه حسب تجربه ما داریم بهش میگیم که حد اکثر 3 تا فایل بیشتر به پروژه فعلی اضافه نکن.
چرا؟ چون هر کاری میتونه بکنه، یا میتونه اصلا همین چیزو به هم بزنه، کلی چیزی که ما نوشتیمو بکنه، 10 تا پوشه دیگه، چون 10 تا فایل دیگه میتونه بزرگتر بنویسه. من دلم میخواد شسته رفته باشه تا بتونم سر در بیارم. حتی وقتی فایل‌ها رو باز میکنم، پروژه رو نشونتون دادم، کلا 5 تا فایل بیشتر نبود، 3 تا تو اسست، شاید 6 تا فایل بیشتر نبود. الانم نمیخوام یهو این بکنه واسم مثلا 20 تا. یا نهایت این چیزایی که هستن، حالا تو واضحه که به یک سری از صفحات دیگه احتیاج داری، تو مثلا میخوای ادمین بسازی، نهایت 3 تا دیگه اضافه کن. اوکی، تا اینجا پیش رفتیم. حالا بریم سراغ ساختار پروژه. یه دیوونه بازی دیگه. ما با دونه بدونه کدهای پروژه رو بهش بدیم که بدونه چی به چیه، و متاسفانه LMRNA تو این نسخه حالا فری اجازه اتش کردن فایل رو نمیده. یهو نمیتونم فایل زیپ بهش بدم. پس این راهکار من چیه؟ دونه بدونه اسم فایل رو واسش مینویسم با نوتپد، با نوت، هر چیزی، فقط بازش کنید. یه سری کد میبینید، اجازه بدید باز بشه، باز نشد. من با این بار با VS کد فایل رو باز میکنیم. این کدها، اوکی، کدایی که هوش نوشته، کپی میبریم داخل LMRNA و پیستش میکنیم. میگیم که فایلای داخل پوش API.php اینه، یا backend.php. اوکی، ببینید این الان فایلاشو بهش میدم. دوباره پوشه بکند رو، فایل بکند رو میگم پوشه، فایل باز میکنم، این backend.php و این کپی دوباره اینجا پیست. هر دیتایی که تو پروژه مادر من هستش، تو اون پروژه‌ای که اسمشو گذاشتیم مغز اصلی کار، همه رو بهش داد دیگه. این باید بدونه که اون چی هست که بتونه یه چیز ترتمیز بهم تحویل بده. خروجیشو زیپ میده. خروجیش دیگه اینجور دیوونه بازی این که همش کد بنویسه نیست، یه فایل زیپه. اما با این بدبختی باید ما بهش بفهمونیم که دیتا از چه قراره و تو هر قسمتی چی نوشته. وقتی شما این رو به ماشین میدی، یعنی ساختار پروژه رو که بالا دادی، الان هم داری دونه بدونه کدا رو بهش میدی، واضح این یک کلیاتی از پروژه متوجه میشه. کلیات که چه عرض کنم، مثلا کامل متوجه میشه که پروژه چیه، چه شکلی کار میکنه، همه رو با هم دیگه ربط میده. واضحه که تو هر پوشه‌ای داره اتفاق خاص خودش رو میفته دیگه. مثلا ظاهرش یه پوشه سباست، مغزش یه جای دیگه است. این ارتباط ها رو کامل میفهمه و ما همین رو میخوایم و گفتیم شخصی سازی روی این پروژه دیگه. کل داستانمون همین بود دیگه. من وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، فقط قسمت استایل مونده. اون رو هم میشه به راحتی دیتاش رو این شکلی در اختیار هوش قرار داد. این میره سراغ اجرا. اوکی، این مقدار طول میکشه ها و شما نمیدونی اصلا از چه مدلی LMRNA داره استفاده میکنه. ممکنه یا کلاود رو داشته باشی، GPT رو داشته باشی، یا مدل‌های اصلا احمق. ما اگه از یه مدلی خوشمون بیاد میگیم که کارش رو ادامه بده، حتی دیباگ رو با همون مدل انجام میدیم. اگرم نه که مجدد میره سراغ یه مدل دیگه. اینقدر ترای میکنیم تا به بهترین نتیجه ممکن برسیم، اما اولین سعی و خطا همینه که بالاخره یه مدل خوب گیرمون بیاد. باید منتظر موند. من میرم و برمیگردم. خب کارو تموم کرده بچه‌ها. به میگه که خوبه. اینجا بهتون میگم که اگه یس رو بزنید همین رو ادامه میده، اگه نو هم باشه میره یه بار دیگه مینویسه. حالا واسید ما تستش بکنیم ببینیم که اصلا شاید به چه صورته. من اینو فعلا یس میزنم، میگم که اوکیه، ببینیم که چی واسمون ساخته. وارد فضای سی پنل بشید، هاستی که خریدیم. الان ببینید من اگه وبسایت رو بخوام اجرا بکنم ارور 404 دریافت میکنم. یعنی خبر خوب، یعنی به هاست من وصل دامین و هیچ اطلاعاتی هم دریافت نمیکنه. اطلاعات از کجا داره میخونه؟ از سی پنل. این فایل منیجر، هر چیزی که داخل این فضا ریخته بشه اونور توی UI خونده میشه. توی پابلیک HTML این دوتا فایلی هستش که چون کاربرد ندارن ارور 404 داره میده. فایلای اصلا که اصلا به کارمون نمیاد. سلکت آل میکنیم، دیلیت و پاک. هیچ چی دیگه اینجا نیستش. حالا میتونیم آپلود رو بزنیم و فایل‌ها رو آپلود کنیم. البته یادتون نره ما تصمیم گرفتیم که تو پوشه پنل بریزیم، پس یه پوشه به اسم پنل میسازم و دیتا باید اینجا بیاد. خب دیتایی که هوش مصنوعی بهمون داده وارد قسمت آپلودش میکنیم و منتظر میمونید خیلی سریع آپلود شد، چون خب چند کیلو بیشتر نیست. این فایل زیپ توی هاستمون و الان کافیه خب اکسترکتش کنیم، این محتواش رو بریزیم بیرون.
تمام توی پوشه دیگه رفته. خب دوست دارم اینو بکشم بیرون، سلکت آلش میکنم، موو، و تو اون پوشه‌ای که رفته بود و اونو حذف میکنم، این بره تو پنل. الان کلیه این دیتا موو شدن داخل پنلمون. چیا باید پاک بشن؟ این پوشه میتونه پاک بشه، اصلا نمیخوایمش. این زیپ هم خب فایل نصبیش بود دیگه، هم نمیخوایم. چرا باشه اینجا؟ کل فایلایی که ساخته اینه، 4 تا PHP ساخته، asset ساخته، ادمین هم ساخته. خب بریم. اولین چیزی که الان واسم سوال پیش اومده اینه که رمز ادمین چیه؟ چرا بهش نگفتیم مثلا که یه رمز بهمون بده، یا رمز مثلا ادمین 1 2 3 4 بذار فعلا. یعنی همین موارد رو میگم، و نه اینکه نشه پیدا کردم تو کانفیگش شاید بتونم. ببینید همینجا پسورد رو تو پوشه کانفیگ داده، میگه یوزرت ادمینه، پسوردش هم change me /1234566. خب بیاید پروژه رو بار ببینیم. ما باید یه دیتابیس واسش بسازیم. اگه تاکید نکردیم که دیتابیس میخوایم، خب دیتابیس اول ما میسازیم، بعد در اختیار نرم افزار قرار میدیم. وارد دیتابیس ویزارد میشم. اول یه اسم دیتابیس واسش در نظر میگیرم، بعد یک یوزر و بعدم یک پسورد. اگه آموزش‌های قبل رو دیده باشید 360 بار این مرحله طی کردیم، واسه همین اینقدر سریع رفتم. پسورد رو معمولا من کپی نگه میدارم، برمیگردم به همون فایل کانفیگش و اینجا تو این قسمت پسورد رو پیست میکنم. اینجا به صورت دستی شما باید اطلاعات دیتابیس رو به ابزار بدی. صفحه نصب که بهش نگفتیم طراحی کن. من ارتباط این دوتا رو با select all برقرار میکنم و الان یوزر رو یوزر و اسمم دیگه وصلن. یوزر این باباست، کپی، و تو قسمت یوزر اینجا اشتباه نکنید دیگه. اینجا حالت میگم یو آیش این شکلیه، من یه مقدار بزرگترش میکنم. کوچکترین اشتباه باعث میشه که خب کار نکنه دیگه، دیتابیس وصل نمیشه و شما مثلا نمیفهمی. اینم نیمش، اسم دیتابیس، دقیقاً اسمش رو کپی میکنم و تو قسمت نیم پیست میکنم. این کارو کردیم که بتونیم ببینیم مثلا چی ساختیم و حتما باید یه دیتابیس میساختیم و در اختیارش قرار میدادیم، وگرنه اصلا کار نمیکرد. دیگه با ایمیل تاییدش هم میتونیم کاری نداشته باشیم، همون نو ریپلای بمونه یا اینفو بشه، کاری نداره. آدرس ایمیلیه که میخواد از کاربر اراز هویت بگیره. اجازه بدید چک کنم ببینم که این آدرس دامین رو برای ایمیل درست نوشته. آدرس رو کپی میکنم، آدرس درست بود. info@ آدرس وبسایتمون. میگم چیز مهمی نیست و اصلا ریپلای نداره. با بقیه هم دیگه هیچ کاری نداریم. اوکی، همه چی اوکیه. یه سیو، بریم سراغ هوش مصنوعی ببینیم که بهمون چه توضیحاتی داده. ایجنت میگه که اگر میخوای پنل رو ببینی آدرسش میشه ai.chatroom.ir/panel. درست میگه، چون همین رو ازش خواستیم و چقدر خوب، چقدر باحال. صفحه ثبت نامش رو آورد، یه لینک سطل آشغال الکی این دست چپ آورد که نمیدونم چرا آورد، با تو تلاش بعدی حذفش کنم، مثلا کاربردی نداره. شاید اون پروژه اصلی بود که اینجا آوردتش. من ثبت نام میکنم، یه اسم میخواد، یه ایمیل میخواد و یه پسورد که در نهایت الان میخواد یه سیستم اراز هویت هم از ما بگیره، چون ما این ازش خواستیم. یعنی اصلا اینا تو پروژه اصلی نبوده، الان توی وایب کدینگ همین چند دقیقه قبلمون ما ازش خواستیم دیگه، گفتیم که حتما ما یک سیستم اراز هویت میخوایم. خب میگه ثبت نام تایید شد. این از این. یه تاییدیه میخواد، توی اسپم من اومده یه لینک داده بهمون. کار بهتری کرده. اینکه بخواد یک کد چند رقمی بده، باید اون کد میرفت حافظه مینشست، اما تاییدیه میداد. اما این ساده ترین روش ممکنه دیگه، بهتره. خب این شد تاییدیه ایمیلمون. به محض اینکه میزنیم کار تمومه، وارد چت بات میشیم. بهتون گفتم این چیز مزخرفی، این چپ اومده، این سطل آشغاله، اون باید حذف بشه. اما بقیه قسمتش خوبه، چیز بدی نیست. ببینید هیچ پرووایدری اضافه نشده، خودشون بالا نوشته بدون پرووایدر، یعنی هیچ تامین کننده این نداره. این فقط یه پوسته است، باید وصل شه به یه مغزی. حالا چطور وصلش کنیم؟ دوره پایینتر گفته شما از طریق آدرس ai.chatroom.ir/panel/admin میتونی وصل شی به قسمت ادمین. خب قبل اینکه بخوایم دوباره وارد پنل ادمین بشیم، من دلم میخواد یه ترای دیگه ای داشته باشیم، همون مشکلاتی که داشت رو حل بکنه. اون سطل آشغالی که اون بغل گذاشته بود و
ایراداتی که داشت و همین که یه یوزر پس بهم بده تر و تمیز، مثلا بنویسه اینجا که من اسیر نشم. میتونیم بهش یک سری اصلاحیه بدیم. مثلا بهش میگم که چون یوزر رو پس قسمت پنل ادمین رو بهم ندادی، واسه مشخص نکردی تو توضیحات، این رو مشخص کن تو ترای بعدی، تو تلاش بعدیت. یا بهش میگم که تو بعضی از قابلیت‌ها و ساختار تو تغییر ایجاد کردی، چیزی که من ازت نمیخواستم، بهت گفتم که هر چی که هستش از سورس اصلی و دست نزن، همون رو نگه دار، حذفش نکنه و فقط چیزی که خواسته بودم باید اضافه میشد. اگه خاطرتون باشه یه علامت سطل آشغال اضافه کرده بود، منظورم همونجور موارده. چی شد که اصلا اون اضافه کردی؟ تصمیم احمقانه ای بود. دوباره حتی تاکید میکنم که تنظیمات باید به همون شکلی باشه که تو سورس اصلیه. چرا داره تاکید میشه؟ چون ما سورس اصلی اون بچه مطمئنیم، وگرنه برای ساخت سورس اصلی هم باید همینقدر سعی خطا میکردیم، هی مرحله ما پیش میریم و هی دیباگش میکنیم. این قسمت هم ایجنت مودم اگه یه، حالا بهتون گفتم مدلش اتفاقیه، اما اگه یه مدل خوبی بیفته مثل کلود، خب هر چقدر شما اینجا بنویسی اون کارشو انجام میده و معمولا تا به امروز به محدودیت نخوردیم، مگر اینکه در آینده محدودیت اضافه کنیم. ما میلیون ها خط کد نوشتیم به همین شکل بدون اینکه حتی صورت حسابی بخوایم پرداخت کنیم. بالاخره کار با ایجنت همیشه پرهزینه است. بهش میگم که آقا موارد مربوط به پرووایدر رو، اون تامین کننده رو شما دست نزن. فقط برای، باز دارم تاکید میکنم، فقط برای کاربر امکان تغییر رمز و ایمیل و اینا رو بذار. به من مدیر با اون امکانات بخش پرووایدر رو حتما بدی. حالا تو این تلاش به این مشکلات برخوردیم، ممکنه تو تلاش دیگه شما مشکلات دیگه بر بخوری. بالاخره این شکلی ما با هوش داریم صحبت میکنیم تا به نتیجه لازم برسیم. در خیلی از موارد اصلا نیازمون رو برطرف نمیکنه مدلی که حالا از طریق LMR داریم باش کار میکنیم. مجبور میشیم که یک بار دیگه همه چی از نو پیاده کنیم. یک سری نشونه ها واسه خودمون داریم که مثلا اگر تو همین قسمت از پروژه سوالو جواب کرد با همون، یعنی پرسید که آقا چی میخوای چی نمیخوای، معمولا کلوده. اجازه میدم کارش انجام بده، برمیگردیم. خب این تلاش دیگه بچه‌ها، یه فایل ساخته به اسم AI Chatroom Panel Ready ورژن 2. به راحتی دانلودش میکنم. بهتون گفتم یه فایل زیپ بهتون میده. ممکنه بس شانس باشید فایل زیپ هم نده، محتویات تمام فایل‌ها رو بده، اما اگه تاکید کنید که فایل زیپ بده، معمولا احترام میذارم به خواستشون. مجدد بچه‌ها این فایل زیپ رو باید وارد هاست بکنیم. حالا من سرعت بیشتری پیش میرم، قبلی رو حذف میکنم. باید مجدد دیتابیس بسازیم و همه چی ترتمیز باشه تا از صحت کار اسکریپت مطمئن بشیم. من فولدر قبلی رو پاک میکنم. تو یه پوشه ساخته بودیم به اسم پنل، اینا داخلش بودن. الان مجدد فایل زیپی که هوش بهمون داد رو آپلود میکنیم تو همون پوشه پنل. ریلود زیپ هستش، اکسترکتش میکنم، محتویاتش رو خارج میکنم، رفته توی پوشه دیگه. میخوام از این در بیاد، یه پوشه اضافه ایه، مووش میکنم به همون public.html/panel، یعنی اون پوشه پنلی که ساختیم که همونجا لود بشه. چی پاک میشه؟ این زیپ پاک میشه. این فایل هم توش خالیه دیگه، چیزی توش نیست، همه چی رو بیرون کشیدیم. خب بریم یه دیتابیس بسازیم سریع. اول وارد منیج مای دیتابیس بشید تا دیتابیس فعلی رو ما پاک کنیم، چیزی که ساختیم تو مرحله پیش. بهترین نباشه اصلا همه جدولاش پاک بشه، نداشته باشیم بهتر. خیلی از هاست‌ها اصلا محدودیت دارن، میگن که شما یه دونه فقط دیتابیس میتونید تو این هاست داشته باشید، نه اینکه بی نهایت، نه مثلا تعداد بیشتری. حالا اجازه بدید که تو همین قسمت شرایط این هاست نوشته که دیتابیس همه چی اینجا نامحدوده، دیتابیسش هم نامحدوده. اوکی، میزبان فا این شرط رو در نظر گرفتن، یعنی هر چند تا خواستی دیتابیس بساز. اما بهتون میگم تو خیلی از سایت ها خب این محدودیت داره، حواستون باشه. تو خیلی از هاستا بریم سراغ تو منیج دیتابیس. پاک کردیم دیتابیس رو، اسمش رو پاک کردم، یوزرش مونده بود، هم خودش، هم نیم و هم یوزر پاک. و از طریق دیتابیس ویزارد هم خب خیلی سریعتر کار پیش میبریم دیگه. یه اسم در نظر میگیرم، اسم دیتابیس، یوزر دیتابیس و یه پسوردی که
من هر پسوردی دیگه از پسورد جنریتور دارم استفاده میکنم. پسورد کپی میگیرم، یوزر رو میزنم، میریم توی پوشه کانفیگ. ببین تو توضیحاتم خودش گفته تو پوشه کانفیگ ادیت رو میزنیم و اینجا ما دقیقاً قسمت دیتابیس رو داریم به عنوان کد. ببینید میگه که اینجا دیتابیس رو اضافه کن. اینجا میگه پسورد رو بذار. این پسورد، این رو ست میکنم، یعنی سیو رو کریت رو میزنم. این تیک رو حتما بزنید و بعد next step تمام. الان میگه این یوزرته، تو قسمت یوزر فایل کانفیگ باید قرار بگیره اینجا db user و اینم اسم دیتابیسه که اینجا قرارش میده. باز تاکید میکنم که اگه خیلی سریع از دیتابیس میگذرم، چون تا الان شاید 5مین باریه که مفصل توضیح دادیم. ایمیل رو هم اصلا کاری نداشته باشید، همه چیزش درست بود. میتونه نو ریپلای باشه که میگه به من جواب نده. منظورش اینه وقتی نو ریپلای واسهتون میاد یعنی که دریافت نداره، فقط ارساله دیگه. اینجا هم پسورد رو بهمون داده اصلا خودش که سری پیش هم داده بود یه همچین چیزی رو دیگه. من همین دارم استفاده میکنم. الان تو توضیحات خود هوش هم این پسورد بود. بریم یه بار دیگه ثبت نام بکنیم ببینیم که اصلا چه قراره، چی به چیه. اصلا همیشه از صفر شده دیگه. اون جیمیل قبلی توی دیتابیس وبسایت نیست چون دیتابیس جدید دادیم. خب این تایید ایمیل یه تاییدیه گرفته که باتا نتونن تون ثبت نام بکنن و خب این چیزیه که مجدد ساخته. اما این دست چپ چیه؟ پیام‌های من پیامی وجود نداره. ما که اصلا دست راست آرشیو پیام رو داریم. یه همچین اشتباهاتی متوجه این مورد میکنه که با مدل خیلی ضعیفی داریم صحبت میکنیم، یعنی همینو نرفته بررسی نکرده. پس اینجا دیگه میتونیم بگیم که نه، عمل کرده تو خوب نبوده. وقتی نو رو میزنیم بچه‌ها دیگه تموم میشه این سیزن و بهتره دیگه همینجا هم پیش نریم، چون یه مدل دیگه بازیگر میشه اصلا قاطی پاتی میشه. ما از نو یه کدا رو کپی میکنم، همه رو، چه کدای قدیم رو چه کدای جدید رو. تو 2 مرحله با هوش صحبت کردیم دیگه، همه رو یک کله میکنم و طی یک پیام حالا نیو در اختیارش قرار میدم با یک مدل دیگه ای صحبت کنیم. همه چی از نو. در نهایت هم منتظر میمونیم تا کارش رو انجام بده. یادتون میاد بهتون گفتم که اگر مدل سوالاتی بپرسه یعنی اتفاقات خوبی افتاده، یعنی با این مدل هوشمند مثل کلود در ارتباطیم. ما که اصلا میگیم کلوده ولی باز نمیدونیم چون به ما اعلام نمیکنه LMR. یه سری سوالات داره میپرسه، میگه ارسال ایمیل با چه متدی باشه. این داره دقیق تر پیش میره. ما حالا ساده ترین متد رو در نظر میگیریم، اون PHP، اما میتونه از روش‌های بهتری هم استفاده کنه. تو این مرحله میگه که دیتابیس به چه صورت باشه برای هر کاربر، یه چت مجزا یا نه یه دیتابیس مشترک. واضحه یه چت مجزا میخوایم تر و تمیز دیگه. میگه کاربر از چه API استفاده میکنه، اون پرووایدری که تو انتخاب کردی یا کاربر میتونه حتی تنظیمم بکنه. حالتی پیش بره که پرووایدر پیش‌فرض داشته باشیم یا با تنظیم کاربر. من میگم با تنظیم کاربر دیگه. یه چیز جالبیه میگه 8 تا فایل باید باشه حد اکثر. اگه دلت میخواد کوچیک‌ترش بکنیم ادغام بکنیم. حالا من میگم نه، همین 8 تا فایل خوبه. حتی اسم فایل رو هم واسم نوشته و بذارم همینجوری کار کنم. تمام. یه سری سوالات پرسیده، من جوابشو دادم و حالا با دقت بیشتری میخواد بره سراغ پارش. ببینیم این مدل چی کار میکنه. تازه نوشتن شروع شد و من تا از شما بریک گرفتم رفتم این اتفاق افتاد. خب یه مقدار زمان رو میدم جلوتر تا برسیم به خود پارچه. چیز در حدود 25 دقیقه طول کشید تا به اینجا رسیدیم. 25 دقیقه. اوکی؟ نسل جدید ابزارها، ایجنتس ها که انقدر طولانی مدت میتونن رو پروژهشون کار کنن. یک سری توضیحات اینجا بهم داده خیلی دقیق تر که چیکار بکن چیکار نکن. حتی به مبتدی داره توضیح میده. راهنماست دیگه، اصلا رید میشه. شما هر نرم افزاری بخواید دانلود کنید بالاخره یه آموزشی داره. معمولا به زبان انگلیسی بود، الان هوش واسه ما به زبان فارسی نوشته. فکر میکنم زیپو بهم نداده. چقدر مسخره. آره دونه به دونه باید اینا تبدیل بشه به یک فایل. حالا تجربه جالبیه.
اوکی، یه فایل واحد زیپ نیستش. چیکار میکنیم؟ من روش کلیک میکنم و دانلودش میکنم، همین راحتی. فقط واسه سر سامونشون بدیم من فایل رو پیدا کنم و طبق همون ساختار درختی که بهمون داده طبق اون باید پیش بریم. واسه خودمون نباید همینجوری فایل رو یه گوشه بریزیم. که این api.php اولین فایل، حالا ساختار درختش هم بهتون نشون میده. این بک‌اند، اینا همه فایل‌های مستقل هم. بعد میریم توی asset و حالا یه داستان دیگه. این ادمین، همه رو دارم دانلود میکنم دیگه. این اتوریتی هم داده، یه صفحه منحصر به فرد برای تشخیص هویت. شاید عمل کرده اون وقتی ایمیل ارسال میشه و ایمیل تایید میگیره شاید اونو میخواد تعیین کنه. کانفیگ فایل بسیار مهم، همه دیتای ما اصلا اینجاست. خب دیگه یه ایندکس هم داره. بعد دیگه باید بریم یه پوشه‌ای بسازیم به اسم asset و اینا رو بریزیم توش. رو بهتون نشون میدم. این یه CSS داده، جاوا اسکریپت داده. من فعلا همینجوری دارم پخشش میکنم. بعد از طریق اون درخت، اینا اینجا درختش، از طریق این میتونیم متوجه بشیم. یه پوشاد بسازیم به اسم asset و استایل و اسکریپت رو بنازیم داخلش. من همه رو اینجا همینجوری لط و پار ریختم. خب حتما با طبق نقشه پیش بره، وگرنه کدا جوری نوشته شده که خب همین چی به هم میریزه دیگه اگه این دوتا فایل استایل و اسکریپت داخل assets نره. این assets به عنوان پوشه اضافه میکنم و اسکریپت و استایل رو میفرستم این تو. الان باید به درستی کار کنه. اگه فایل زیپ بهمون میداد، در واقع همین رو بهمون میداد که خودمون الان ساختیم. بریم ببینیم که داستان از چه قراره. یعنی الان وارد پنل ادمین میخوام بشم و پرووایدر اضافه کنم. متاسفانه دوباره با همون فرآیند زیپ کردن و فرستادن داخل هاست و ساخت دیتابیس و اینا رو ما داشته باشیم حتما از صفر. دوباره از اول وارد سی پنل میشم و هر چی که ساخته بودیم رو حذف میکنم، مثل همون سری پیش، و این رو نصب میکنم. میخوای باز بهتون نشون میدم. دوست دارید بزنید جلو، دوست دارید یه بار دیگه ببینید. وارد پوشه پنل میشم، select all، delete، آپلود زیپ جدیدی که هوش بهمون داده یا خودمون ساختیمش. این اکسترکت دیگه پوشه اضافی هم نداره، یعنی تو پوشه اضافی نبردمش. همینجا همه میان و کافیه دیگه زیپ رو فقط پاک کنم. فرآیند موو دیگه نداشتیم. خب وارد کانفیگ میشیم و باید دیتابیس رو بسازیم. کجاست؟ تنظیمات دیتابیس هم اولش. لوکال هاست همون لوکال هاست میمونه. ای چت روم و روت و اینا عوض میشن که به اضافه پسورد باید اضافه بشه که کار در بیاد مثل قبلی. اوکی، نیم میخواد، یوزر میخواد، پس میخواد. اجازه بدید دیتابیس رو بسازم، اینا رو تنظیم بکنم و برمیگردم. اوکی. خب این از تنظیم دیتابیس، نیم، یوزر و پس. یه سیو میگیرم. حالا وارد قسمت aichatroom.ir/panel میشم. صفحه اصلی که با توش ثبت نام بکنیم. باید وارد حسابمون بشیم ببینیم که این بار این مدل چی ساخته. خب این یو آی قسمت پنل میگه که ورود میکنی یا ثبت نام میکنی. واژه‌ای که ما ثبت نام میکنیم چون هیچ دیتایی داخل دیتابیس ما نیستش، یعنی دو تا ثبت نام قبلی ما خب همه رو زدیم پاک کردیم، که دیتابیس رو زدیم پاک کردیم. پس از نوع با ثبت نام بشه، نام شخص، ایمیل شخص، یه پسورد مثلا، هر پسوردی، و ورود. یه ایمیل تاییدیه میفرستاد تا ثبت نام تایید بشه. اینم خودمون گفته بودیم واسه همون اولش. این از این. ببینید که مدل حقیقتا هوشمندتره. چیکار قشنگی کرده. یه کد 6 رقمی فرستاده. قبلیه لینک میداد، خیلی تنبل بود. روشی که 15 سال پیش 20 سال پیش تایید میگرفتیم سراغ اون رفته بود. اما این خیلی مدرن، خیلی تر و تمیز، معلومه مدل قدرتمندتریه. اگه میره تو اسپم باید به شرکت هاستینگتون صحبت کنید. معمولا اگه نخواد بره یک سرویس ایمیل خوب و درجه یک باید داشته باشید. میشه وصلش کرد به SMS. حالا این فعلا تست. خب شرایط اوکیه. میبینید یه چیزی
انگار مشکلی نداره، همه چی سر جاشه. رنگ بندی رو میشه تغییر داد. اون دست چپ دیگه علامت سطل آشغال نیستش، علامت آرشیو چت هاست. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، دوستش دارم. نمیتونیم باش صحبت کنیم، همه چیزش کار میکنه و همه چیزش تر و تمیزه، بهترین عمل کرده ما دیدیم. این هم قسمت تنظیمات خود کاربر، چه تنظیماتی هم بشه. خب بیاید یه پرووایدر اضافه کنیم. من وارد صفحه aichatroom.ir/panel/admin میشم که بخوایم تازه بک‌اند دسترسی پیدا کنیم، بتونیم کارهای مدیریتی انجام بدیم. حواستون باشه که اگه .php رو ننویسید اجرا نمیشه. میتونستیم تو کدا بهش بگیم که اینو بچسبونه خودش به صورت اتوماسیون، اما حالا کدای ما یعنی هوش دیگه به اینجا فکر نکرد. حتما .php رو بنویسید، وارد این فضا میشید، میگه که یوزر و پس رو به هم بده. اوکی؟ من تو توضیحات بهش گفته بودم که قشنگ یوزر پس رو مشخص کن. یوزر پس رو خود هوش بهم داده، واردش میشم، میگه که تو یه کاربر داری. خیلی جالبه، درست میگه. اگه وارد کاربرم بشیم میگه که یه کاربری ثبت نام کرده و یکم خودمونیم، ادمینیم. اینو حذف نکنید، اصلا گند میخوره. شاید اصلا نذاره حذف کنید. خب تو قسمت امنیت میتونیم رمز عبور فعلی رو بدیم، عوض بکنیم، اما تو مدیریت API که مهمترین بخش برای قسمت مدیریت، میتونیم به راحتی اطلاعات یک شرکت پرووایدر رو بدیم تا موتور اصلی، مغز اصلی نرم افزار ما رو خب بسازه. مثلا API از OpenAI، از جیمینی، از گروک بهتون گفتم. حالا یه API رایگان میخوام بهتون معرفی کنم، یه بونوس دیوانه‌وار که ما خودمون وصلش کردیم به این. آدرس وبسایت رو واسهتون می‌نویسم، خیلی وبسایت عجیبیه. و اینجا میگه که تو 3 مدل من به تو API رایگان میدم، یعنی با حجم خیلی بالا. روی این گزینه Your API کی کلیک کنید، یه آدرس میده، یه کلید میده. هم روی کیمی، هم روی مینیمکس، هم روی GLM 252 که هنوز این کامیکسونه، رو نمایی نشده. این بیاد اصلا بی‌نظیر تر میشه. ارزش API که داره بهتون میده بچه‌ها چیزی در حدود $400 اگر بخواید بخرید. API کی رو اینجا میدم، بالاترم خودش گفته این آدرس، همه چی اینجا نوشته. تو قسمت بیس URL آدرس رو میذارم. اینجا هم دیگه میتونم اسم بنویسم که اسم این مدل چیه، که من همون دیفالت API میذارمش. میتونم مثلا بنویسم، اگه به گروک وصلش میکنم بنویسم گروک و اسم مدل رو بیاد دیگه. تست اتصال رو میزنیم و تمام، میگه که خودش با موفقیت وصل شده. الان کاربر ما یه پرووایدر داره، یعنی میتونه با یه هوشی صحبت کنه و ما UI رو ساختیم، نرم افزاری رو ساختیم که به کارش میاد دیگه. چتاش ذخیره میشه. الان خروج رو میزنم، میخوام بهتون نمای کاربر رو نشون بدم. چتاش ذخیره میشه. گفتم فلان کتابخونه رو گذاشتیم که اگه هوش بهش کد میده مثلا توی باکسی بیاد دیگه. 1001 امکان میتونه فایل بده، 10 امکان داره که حالا من تو حافظم نیستش. اما الان مثلا باش صحبت میکنم، میگم سلام، یعنی به صورت خودکار وصل میشه به اون پرووایدره. این بغل هم قشنگ دیتا اطلاعات حسابش رو میاره. میتونیم انگلیسی کنیم نرم افزار، میتونیم فارسی کنیم. اینجا همون دیفالت API، تنها API که بهش دادیم. قسمت بغلش هم که خودکار نوشته، میتونه بین مینیمکس و کیمی و اینا بچرخه. الان بهش میگم که با چه مدلی دارم کار میکنم، میگه که من مینیمکسم. حالا مینیمکس معمولا احمق‌ترین مدل میشه اینجا تنظیمم کرده. من کیمی 2.6 رو انتخاب کردم که به نسبت باهوش‌تره و مدل 3 هم که اصلا اوقایی کرد تو این روزها، اینقدر که قدرتمند و گردن کلوف شد، مثل پرچمدار سایر مدل ها شد. خب این هم از کیمی و کاربر میتونه استفاده کنه دیگه. اینجا ریپلای داره، چه میدونم ریجنریت داره، خیلی امکانات زیادی داره این یو آی برای کاربر. وارد چت جدید میشم. اینجا یه سری چیزایی که از پیش نوشته شده خودمون هم مشخص کردیم، معمولا دارن دیگه، کمپانی بزرگ از اینا میذارن. بیشتر فانه یا یه تست سریع در خیلی از مواقع وقتی ما با مدیری آشنا میشیم
الان میخواد یه تستی بریم، اما حالا تا بنویسیم اینتر بزنیم خب اینجا چند تا مدل هستش، چند تا یعنی چیز باحال و کیوت هستش که راضی میکنه و عملکرد مدل رو مشتری ببین. خب همین چیز سر جاشه دیگه. الان تمامی این سمپل ها رو ببینید اینجا قشنگ تو قسمت تنظیمات این کاربر وجود داره. تنظیماتش خیلی تنظیمات گسترده، یعنی به کاربر خیلی امکانات زیادی داده این نرم افزار. خب تا اینجای کار ما چت روم رو ساختیم، فضایی که کاربر میتونه ازش استفاده کنه که خب مهمترین استفادهش هم همینجاست دیگه. الان وقتی ما با گپ جی پی تی اینو کار میکنیم تو همین فضا با مدل های مختلف در ارتباطیم. اما این وبسایت واسه اینکه بخواد حرفه‌ای باشه باید یه صفحه اصلی هم داشته باشه دیگه. صفحه اصلی که این خدمت رو داره معرفی میکنه، جار میزنه که رایگانه، فقط یه ثبت نام میخواد و این قشنگتره. واسه همینم مثلا این ابزار رو بردیم توی پوشه پنل، وگرنه چه کاری بود تو هم پوشه اصلی AI چتروم خب .ir دیتا رو میریختیم دیگه. بردیم تو پنل که AI chatroom.ir باز باشه، چیزی داخلش نباشه و بتونیم یک UI بنویسیم واسه معرفی پروژه که این رو هم بهتون نشون میدم. ببینید خیلی ساده است. دوباره وارد همون LM آرنا میشم، ایجنت مود رو حتما انتخاب میکنم، میخوام با ایجنتش کار بکنم و به این میخوام بگم وبسایت حالا فرانت رو طراحی بکنم. یه پرامپت بلند بالا بهش میدم که این پرامپت رو در اختیارتون قرار میدم دیگه، تو حوصله این بحث نیستش که دونه بتونه توضیح بدم که اینجا چه اتفاقی افتاده. پرامپت رو بدید به هوش مصنوعی، ازش بپرسید که چه اتفاقاتی افتاده. واضحه که بالاخره یک سری توضیحات داره که آقا ما پنلمون جای دیگه اشغال شده، اینجا باید توی IR توی دامین اصلی باید کار رو در بیاری. دلمون میخواد تو همون شروع ماجرا فلان برند و بسار برند و مثلا مینی مکس و کیمیا 2 رو تبلیغ بکنی، بگی رایگانه، شما پول نیاز نیست بگیری، ثبت نام فریه و شما یه UI بی‌نظیر رو واسه بساز با چنان 3JS اصلا حتی واسهش آوردیم. ببین چی کار میکنه. کاریو میکنه که اصلا انسان در گذشته با اون 3JS که فقط کده اصلا نمیتونست به این نتایج برسه، چون موتور گرافیکی مثل 3JS مثلا نرم افزاری نداره که یه UI باشه ما بفهمیم داریم چیکار میکنیم، فقط هوشه که شاید بتونه اینجوری کد بزنه. چون من نمونه اصلی رو دیدم و بسیار تحت تاثیرش هم هنوز که هنوزه، واسه میدونم میخواد چیکار بکنه. حتی وبسایت افکت صدایی داده، یعنی شما کلیک میکنی رو منوی دیدینگ صدا میخوره، مثلا چی کار کرد. خب این چیزی که تحویلمون داده. میگه خوبه؟ میگم بله خوبه. خیلی هم سریع نوشته، چیز پیچیده نیست واسش. خودش متن نوشته، خودش مثلا یه کارایی میکنه که یعنی چقدر تو زمان صرفه جویی میشه. من میتونم هر قسمت رو تغییر بدم، اما همین که این بیس آماده رو بگیرم خودش کلیه. این کدها باورتون میشه همینقدر کد زده، اینقدر از کتابخونه های مختلفی استفاده کرده، چیز جالب پیدا کرده استفاده کرده که اصلا تعداد کدا شده اینقدر. خیلی اینا واسه خود من عجیبه. بارها گفتم وارد فایل منیجر میشیم، ببینید باید چیکار بکنیم. یه فایل HTML باید اینجا بسازیم و اون کدا رو پیست کنیم توش. همین من این فایل رو میذارم و یه index.html میسازم. حتما این پسوندش رو بنویسید. index.html این دیگه خودش میدونه چیکار کنه. این فایل توش هیچی نیستش، روش کلیک میکنم، کلیک راست و ادیت، اون چیزایی که هوش بهم داده بود و اینجا پیست میکنم و تمام. یه معجزه اتفاق میفته. منطقی داره که این چند خط کد چطور داره اون وبسایت رو میسازه، اما میگم این دیگه بهترین شرایط ممکنه دیگه. این سیف چینج، یعنی این صفحه رو ما سیف میکنیم و الان اگر بخوایم وبسایت رو ما لود کنیم صفحه اصلی رو، میگم شاید یک معجزه میشه. این یه مرورگر جدید مثل فایرفاکس و اینم آدرس وبسایتمون aichatroom.ir. دیوونه کننده نیست؟ خیلی چیزا رو بهش نگفتیم، خودش بر اساس سلیقه خودش یه همچین فضایی رو ساخته. اون افکت موس حرکت میدید یه افکتی دنبالشه، خیلی گرافیک بالاست. اون انیمیتی که
در جریانه همه با 3JS کد نویسی شده. یه دونه الان تو این طراحی شما عکس نمیتونی پیدا کنی، همشون کدن که تبدیل شدن به یه همچین ظاهری. لپ کلام معمولا کاربر اول این صفحه رو میبینه، صفحه اصلی. این صفحه‌ای که برند ما رو معرفی میکنه، در واقع کاتالوگ ماست. و وقتی ثبت نام میکنه خب میره توی پنل و میتونه به کارش برسه. خیلی تجربه جالبی بود و میشه خیلی کارا کرد. مثلا با همین روش میشه یک نرم افزاری ساخت که بشه تو شماره مجازی فروخت، وصل بشیم به یه API مثلا شرکت روسی، چه میدونم. خیلی کار میشه کرد و اصلا امروز فرصت عجیبی به وجود اومده و ما تا قبل از این شاید تا 6 ماه پیش اینقدر عملکرد تجاری تر و تمیز از هوش نمیتونستیم ببینیم. همش اشتباه میشد، گند میخورد، اینقدر گند میخورد که ترجیح میدادیم خودمون پیش بریم. اما امروز با همچین قدرتی که پیدا کرده، دیدید خودتون، هم مغز رو نوشت، هم فرانت رو نوشت، هم شخصی سازی کرد پروژه رو. همه چیزش باهوشه. 100% ادعا میکنم که یک خط کد از طرف ما وارد بازی نشده و این خیلی عجیبه. دوستتون دارم. ممنون که تا انتهای آموزش همراه من بودید. اگه سوالی داشتید تو کامنت ازم بپرسید. تا آموزش بعد.